تصور کنید میرید توی یک مغازه، پول کافی هم حتی توی جیبتونه، اما فروشنده به جای اینکه با خوشحالی ازتون استقبال بکنه میگه متاسفانه نمیتونید همین امروز این کیف رو بخرین و شما میگین خب چرا، من که پولشو دارم، و در جواب میشنوین که باید منتظر بمونید، شاید یه روزی بتونید بخریدش. عجیبه نه؟ اما این دقیقاً دنیای یکی از عجیبترین و البته یکی از موفق ترین برندهای لوکس دنیاست، یعنی هرمس. برندی که بعضی از کیفاش نه تنها قیمت فوق‌العاده بالایی دارن، بلکه برای خرید یک سری از مدل‌هاش اصلاً کافی نیستش که فقط پول داشته باشین. امروز با هم میخوایم برگردیم به حدود 190 سال پیش و ببینیم که چطور یک کارگاه کوچیک توی پاریس که اصلاً کیف تولید نمی‌کرد تبدیل شد به برندی که امروز اسمش مترادف با ثروت، انحصار و لوکس بودن. و جالبتر از همه این که راز موفقیت هرمس فقط گرون بودن محصولاتش نیستش. پس بریم ببینیم که همه چیز از کجا شروع شد. همه چیز از مردی به اسم تیری هرمس شروع شد. تیری هرمس تو سال 1801 در شهر کرفلد آلمان به دنیا آمد و بعدها به فرانسه رفت. اون اولش به عنوان یک صنعتگر چرم فعالیت میکرد و کم کم مهارتش رو تو ساخت تجهیزات سوارکاری بالا برد تا اینکه تو سال 1837 توی پاریس کسب و کار خودش رو راه انداخت. اما یه نکته مهم اینجا وجود داره که هرمس با کیف و لباس و عطر شروع نشد. اون زمان خبری از مترو، ماشین و هواپیما نبودش و اگه کسی ثروتمند و پولدار بود برای رفت آمدش از اسب و کالسکه استفاده میکرد. به خاطر همین تیری هرمس رفت سراغ چیزی که اون زمان واقعا بازار داشتش، مثل زین، افسار و تجهیزات چرمی اسب. اما اون فقط یک زین ساز معمولی نبودش، اون یک وسواس عجیبی روی کیفیت داشت. تکنیک مهمی که توی این صنعت استفاده میشد دوخت زینی بود، روشی که با 2 سوزن و نخ انجام میشه و به خاطر استحکام بالاش هنوز هم یکی از ویژگی‌های مهم محصولات چرمی هرمسه. همین کیفیت کم کم باعث شدش که هرمس بین مشتریای ثروتمند و سوارکارای حرفه‌ای شناخته بشه و بعد از مدتی حتی مشتریای اشرافی و سلطنتی هم سراغ این کارگاه اومدن. اما یه مشکل بزرگ وجود داشت. دنیا داشت تغییر میکرد و تو اوایل قرن 20 ماشین ها کم کم جای کالسکه و اسب رو گرفته بودن. حالا تصور کنید که هرمس میگفتش که نه، ما فقط زین اسب میسازیم و همین. احتمالاً امروز دیگه هرمسی وجود نداشت. اما نسل بعدی خانواده خیلی زود متوجه این تغییر شد، مخصوصا امیل موریس هرمس. اون فهمیدش که مهارت اصلی هرمس فقط توی ساخت زین نیستش، مهارت اصلی اونا توی کار با چرم و تولید محصولات با کیفیته. پس باید همین مهارت رو وارد دنیای جدید میکرد و این دقیقاً جاییه که هرمس شروع کرد به تولید محصولاتی مثل کیف، چمدون و لوازم سفر. یکی از محصولات مهم این دوره کیف هوت کوریوز بودش، کیفی که در اصل برای تجهیزات سوارکاری طراحی شده بود اما بعدها برای سفر و حمل وسایل هم استفاده شد. یعنی هرمس کاری کردش که بعدها بارها و بارها توی تاریخ تکرار شد و به جای اینکه با تغییر دنیا نابود بشه خودش رو با دنیا تغییر داد و بعد زیپ وارد داستان شد. اینجای داستان خیلی جالبه. امیل موریس هرمس توی سفرهاش با فناوری‌های جدید هم آشنا می‌شد و یکی از چیزهایی که توجه اونو جلب کرده بود یه سیستم جدیدی برای بسته شدن وسایل بود، یعنی همون زیپ خودمون. هرمس خیلی زود فهمیدش که این اختراع میتونه برای محصولات چرمی فوق‌العاده کاربردی باشه. توی دهه 1920 زیپ وارد محصولات هرمس شدش. شاید این اتفاق امروز خیلی معمولی به نظر برسه، ولی تو اون زمان نشون میدادش که هرمس با وجود اینکه روی کار دست و سنت تاکید داره از تکنولوژی جدید هم فرار نمیکنه. این ترکیب خیلی مهم بودش، سنت به علاوه نوآوری.
همین ترکیب باعث شدش که هرمس از یک برند تخصصی محصولات سوارکاری وارد دنیای گسترده تری بشه. یکی از اتفاقات مهم ورود هرمس به دنیای ابریشم بودش. تو سال 1937 هرمس اولین روسریای ابریشمی خودش رو معرفی کردش و این روسری‌ها خیلی زود به یکی از نمادهای این برند تبدیل شد. اما تو همین دوران یکی از مهمترین کیف‌های تاریخ هرمس شکل گرفتش. کیفی که بعدها همه دنیا اون رو به یک اسم شناخت، کلی. کیفی که یک ستاره هالیوودی معرفیش کرد. این کیف اصلا از همون اول اسم کلی رو نداشتش. اسم این کیف ساک دپیشز بودش. کیفی با طراحی ساختارمند و ظاهری بسیار شیک. اما سالها بعد یه اتفاقی افتادش که باعث شد این کیف به یک شهرت جهانی برسه. گریس کلی، ستاره هالیوودی که بعدها به پرنسس موناکو تبدیل شد، تو سال 1956 یعنی زمانی که باردار بود، وقتی که میخواست شکمش رو از دوربین عکاسا پنهون بکنه، این کیف رو جلوی خودش گرفت. عکسش منتشر شد و ناگهان همه راجع به این کیف صحبت میکردن. مردم هم شروع کردن به پرسیدن اینکه این کیف گریس کلی مال کجاست. هرمس هم خیلی زود فهمیدش که چه اتفاقی افتاده. کیفی که سالها قبل طراحی شده بود، حالا به خاطر یک چهره مشهور تبدیل به یک نماد شده بود. هرمس هم بعدها اسم این مدل رو به افتخار گریس کلی گذاشت کلی. اما داستان بزرگتر هنوز شروع نشده بود. اگه فکر میکنید که کلی یکی از معروفترین کیفای هرمسه، صبر کنید. چون چند دهه بعد یک کیفی وارد داستان شد که حتی اسم هرمس رو توی دنیای لوکس به یک سطح کاملا جدیدی بردش. بیرکین. داستان تولد برکین واقعا شبیه یک فیلم نام است. توی سال 1984 ژان لویی دوما، مدیر وقت هرمس، توی یک پرواز با یک مسافر خاص هم صحبت شده بود، جین برکین، خواننده و بازیگر بریتانیایی. برکین داشت از این صحبت میکردش که یک کیف خوب و جادار پیدا نمیکنه که هم شیک باشه و هم برای استفاده روزمره هم کاربردی باشه. دوما که متوجه نیاز اون شده بود، ایده ساخت یک کیف جدید رو مطرح کرده. همین گفتگو تبدیل شد به طراحی کیف برکین، یعنی یکی از مشهورترین کیفای تاریخ، از یک جلسه رسمی و یک کمپین تبلیغاتی میلیاردی شروع نشدش. از یک گفتگوی ساده توی هواپیما شروع شد و در نتیجه تبدیل شد به یکی از معروفترین کیف‌های دنیا. اینجا میرسیم به یکی از مهمترین سوالها که چرا یک کیف هرمس هزاران یا ده‌ها هزار دلار قیمتشه. جوابش هم فقط اسم برند نیستش. هرمس چندین برگ برنده داره. اولیش کار دسته که یکی از مهمترین تفاوت‌های هرمسه. اونا تاکید شدیدی روی صنایع دستی و مهارت استادکارانه دارن و خیلی از کیفای هرمس فرایند خیلی طولانی و خیلی دقیقی رو دارن. از دوخت و برش چرم و لبه‌کاری و مونتاژ همه خیلی دقیق انجام میشن و اینجا دیگه خبری از یک ربات نیستش که در عرض چند دقیقه 1000 تا کیف تولید بکنه. و سوم، چیزی که همه نمیتونن داشته باشن و اینجاست که میرسیم به یکی از مهمترین بخش‌های استراتژی هرمس، یعنی کمیابی. و خب قطعاً وقتی یک محصولی خیلی راحت در دسترس باشه، اون حس خاص بودنش هم کمتر میشه. اما وقتایی که برای خرید یک محصول مجبور باشین که بیشتر منتظر بمونید و همیشه هم هر رنگ و مدل و سایزی هم موجود نباشه، ارزش روانی اون محصولم بیشتر میشه. اما یه نکته مهمم اینجا هستش که این داستانی که میگن حتما بعد هزاران دلار از محصولات دیگه هرمس خرید بکنی تا بتونی یک کیف برکین رو داشته باشی، به همون راحتی که توی فضای مجازی گفته میشه یک قانون رسمی و ثابت جهانی نیستش. فرایند عرضه برکین و کلی خب قطعا پیچیده است و به موجودی فروشگاه و رابطه مشتری با بوتیک هم بستگی داره. اما چیزی که واقعا وجود داره، خب شما نمیتونید مثل یک کیف معمولی وارد سایت بشین و یک کیف برکین رو انتخاب بکنید و فرداش هم دم در خونه تحویل بگیرین. همین محدودیت خودش بخشی از جذابیته.
چهارمین مورد هم تخفیفه. یکی دیگه از چیزهایی که هرمس رو متفاوت میکنه سیاست قیمت گذاریشه. اکثر همه برندها زمانی که آخر فصل میشه روی محصولاتشون تخفیف میذارن، اما معمولا هرمس وارد این بازی ها نمیشه. حالا چرا هرمس خودش رو وارد این بازی نمیکنه؟ چون که یه محصولی وقتی همیشه تخفیف میخوره مشتری یاد میگیره که برای خریدنش صبر بکنه. اما هرمس میخواد که قیمت و ارزش محصولاتش تا حد ممکن حفظ بشه و پیامش اینه که این محصول به اندازه‌ای خاصه که برای فروشش اصلا نیاز نیستش که قیمت رو پایین بیاریم. و حالا میخوام یک اتفاق خیلی عجیبم راجع به هرمس بهتون بگم که حتی اون جعبه‌های نارنجی معروفش هم یه داستان جالبی داره. امروز فقط کافیه که یک جعبه نارنجی رو با یک روبان قهوه‌ای ببینید و احتمالا خیلی سریع بگین که این هرمسه. اما این رنگ از اول اصلا قرار نبودش که هویت اصلی این برند باشه. بعد از جنگ جهانی دوم هرمس با یه سری محدودیت‌هایی برای تهیه بسته‌بندی مواجه شده بود و همینجا بودش که جعبه‌های نارنجی وارد داستان برند هرمس شدش. چیزی که اول بیشتر یک راه حل عملی بود کم کم تبدیل شد به یک نماد و امروز همون رنگ نارنجی به اندازه لوگوی هرمس قابل شناساییه. یعنی حتی یکی از معروفترین عناصر برندینگ هرمس هم از یک اتفاق کاملا غیر منتظره به وجود اومده. لوگوی هرمس هم از گذشته این برند میاد. حالا به لوگوی هرمس نگاه کنید. یک اسب، یک کالسکه و یک خدمتکار. این تصویر اصلاً تصادفی نیستش. هرمس هنوز داره ریشه خودش رو به رخ میکشه. برندی که کارش رو با اسب و زین شروع کرد امروز همون اسب رو روی محصولات لوکس خودش حفظ کرده. و شاید همین یکی از جذابترین چیزها در مورد هرمسه. هرمس هر چقدرم که مدرن شد گذشته خودش رو پاک نکرد. و شاید عجیب ترین قسمت این داستان این باشه که هرمس برای تبدیل شدن به یکی از گرونترین برندهای دنیا هیچ وقت سعی نکردش که همه چیزو ارزونتر و سریعتر تولید بکنه. برعکسش هرمس داره کاریو میکنه که دنیای امروز تقریبا داره فراموشش میکنه. یعنی صبر.